سلام. امروز میخوام وعده‌هامون به یه شکل دیگه با یه رسیپی متفاوتی آماده کنم، بهتون نشون میدم چجوریه، شما هم امتحان کنید. خب پودر سوخاری اینجا میریزم توی بشقاب و تمام ادویه‌هایی که دوست دارم و اضافهش میکنم. البته پودر سوخاری من معمولی نیست و از گندم نیست، از ذرته. و توی ظرف دیگه یه دونه تخم مرغ میشکنم و شروع میکنم فیله های مرغ همینجور زدن تو تخم مرغ و انداختن توی این پودر سوخاری و خلاصه گذاشتن توی مایتابه. همینجور همه رو میذارم کف مایتابه و بعد از چند دقیقه شروع میکنم تابوندنشون و برعکسشون کنم که اون روشون هم همینجوری پخته بشه. بعد از اون شروع میکنم خرد کردنشون، حالا که دیگه آماده شدن، و میرم ظرفا رو میارم میچینم که دیگه کم کم همه رو بریزم توی ظرفا و بردارم بذارم توی یخچال که دیگه هر موقع خواستم بردارم. برنجم که آماده شده میریزم توی ظرفا و فردا دیگه وعده‌هام مزه متفاوتی میدن.